بعضی موقع ها خسته میشی کم میاری، دنبال یه جایی هستی که با خودت خلوت کنی. خود پیغمبر موقعی که خسته میشد کم میآورد میرفت کار حرام، با خدا راز نیاز میکرد. اینجا نقطه ایه که میتونی بیای استراحت کنی و با خودت خلوت کنی. ما اینجا فقط پروژه نمیسازیم، جایی میسازیم که در اونجا حضور، آرامش و خلوت خودتون رو داشته باشید.